درنو محصلینو نن ورځ داسې ورځ ده چې یو دروند بار ستاسو په غاړه باندې پرېوځي. محصلین عزیز، امروز شما باید بار گیرنگی که بعد از فراغت به دوش شما می باشد در جامعه و خانواده خود مسئولیت مهمی را به دوش خواهد داشتیم. کوشش کنیم که بعد از این استفاده خوبی از موقع شود و خوب استفاده کنیم از فرصت‌ها. الحمدلله در نظام امارت اسلامی افغانستان زمینه کار به افراد مسلکی بسیار زیاد مساعد است. امیال ما وزارتخانه‌های محترم وزیرسازهای جا حضور دارند. فارغین ما را از در ارتباط می باشند و فارغینی که نخبه می باشند اونا را در پیدا کردن کار همیشه هم باید ما همکاری کردن و سپاسگزاری میکنیم. امروز مسئولیت به دوش شما است. آیت شریفی که من در ابتدا تلاوت کردم، خداوند متعال می‌فرماید که ما مسئولیت داریم که باید اعداد بکنیم، آمادگی بگیریم و در مقابل دشمن اسلام، دشمن وطن باید مبارزه کرده بتوانیم و این مبارزه امروز با تکنولوژی نیاز دارد. امروز روزی است که ما میتوانیم با ابزار وسایل تکنولوژیکی میتوانیم دفاع وطن خود را داشته باشیم. الحمدلله در بخش دینی ما باهری هستیم که باهر دفاعی هستیم و به سطح دنیا الحمدلله علمای کرام، شیوخ و اکابری که داریم بسیار و مقام های بلندتری است.